یک نفری را به نام زینب میگن، فرزندی بنت حدیر. میگه یک شوهر داشت به نام شریح قاضی. اکال بینیده مقصد چی است؟ میگه همین حاضر عروسای ما بگیم که دامادای ما چی است. میگه وقتی زینب شوهر کرد نزد همین شریح دا آمد و ولی دست درازی نکردم، دست درازی نکن آمد. میگه طرف همین شریح گفت که مرده گفت همین روز برای من بسیار یک روزی گرانی هست، بسیار یک روزی وزینی هست. من بسیار یک مسئولیت وزینی به ذمم گرفتم. یعنی مقصد آیا از عهده شوهرداری میبرم یا نمیبرم؟ بسیاری نمود داروهای گیاهی هستند. هستای برای پوچکی، یعنی برای گرده ها، سیسید اونیریز هستای، پراستاتید هستای، همچنین ژنسکی زداروی برای پامیت، شیتاویتکا هستای، داولین نورم هستای برای آدمایی که دل شدار میکنن، داروی سرس هستای، میناکسیدیل هستای برای ریش و موی سر، همچنین برای سمیمومند برای بزبالشوی، اکس پیگمنت و صابون مور برای آدمایی که در روشون مارشی ندارن، همچنین برای آدمایی که کسل ویتیلیگو میشوند، مردم ما تست میگن برای ویتیلیگو هستای برادرو. بعد اینجا اومگی هست اسپیڅیال شامپونو برای ریش، آدمایی که ریشش مقصد جین نیست برای هموار کردنش. بعد اومگی برادرو مازی کلکوین هستای بسیار نمود مزه هستای که برای پدر و مادرای کلون سالان در کار میشوه. مرحمت برادرو مراجعت کنید، با همه شهرها را در صفحه داریم. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. مقصد آیا از عهده شوهرداری میبرم یا نمیبرم؟ مردک مقصد من آمدم، من از خصلت‌های تو آگاهی ندارم، من از اخلاق تو چیزی نمیدونم، ولی یک سوال دارم. چی کار کنم که تو از او راضی میشی و از چی کاری من تو راضی نیستی؟ ببین همون چیزایی که تو را خوش میاد مرا بگو. از چی کاری که خوشت نمیاد اونها را بده بگو، تا که من مقصد کاری کنم که همیشه چی باشد؟ همیشه در رضاگی تو باشد، در او خوشنودی تو باشد. میگه وقتی شورای این سخن از زینب از بگیم خانم شنید، گفتش که کدام کارها برای من خوش میاد، کدام کارها برای من خوش نمیاد. بعد از آن میگه زینب من الله را سپاسگزاری میکنم که مقصد این سخنهای زیبا را ای دهنت من شنیدم، لیکن منم در پیش تین وعده میتونم که اگر دیگر مردها زنهاشون میزدگی باشند برای من زدن زینب حرامه. اگر به شرط مردهای دیگر زنهاشون اگر حقارت کنن برای من زینب حقارت کردن حرامه. چی یک عجیب یک پیشکی مقصد چی یک مصلحت‌های خوب میکردن و بعد خانه بگیم زندگی رنگ یک گل میشه. بیچاره پاشا مانده نمانده عروس در خانه که تلاطم سر میشه، جنجال ها سر میشه، حقارت ها سر میشه. این طرف مقصد بگیم ای طرف عروس یک، ای طرف داماد دیگر، او با این طریق خرخشقتی ای کجا زندگی و ای کجا آسودگی میبینی دیگر. وقتی میان باید دیگر چی مسئولیت های خوبی میکنن برای که برادر عزیز خاص همه کارشونه از برای الله که میکنن، انا بعد انا چیزا چی میشن، انا این چیزا بعد فایده زندگیشون میشن. یکم چیزی که برادران نشانه بگیم یا خدادادی ما بده همین بده، هر کسی که اگر زنی صالحه داره شیخ سعدی میگفت زنی را که جهل است و ناراستی
ولی بین زنی اگر صالحه نباشه، یک زنی بسیار جهلش بسیاره، بسیار ناسپاسیش زیاده. زنی را که جهل است و ناراستی، بلا بر سر خود نزن خواستی. تو وقتی اگر زنی را گرفتی که جهل داره، زنی را گرفتی که اگر او را دیگه همین دایم ای پشتش کنترل کنی که ای باید نماز شب خونه، ای پشتش کنترل کنی که دایم این مقصد در یک کاری درست حلال باشه. وقتی این خیال که باشه میگه تو زن نگرفتی، تو یک آفت یا بلا را به سر خود آوردی. دیگر چیزی که برادران عزیز نشانه بگیم خدادادی ما هست، این چی بوده است؟ میگه هرگاهی که اگر شما دارای همسایه خوب باشید، همسایه خوبه، ولی اگه خیلی دورای اخیر با فیلم میگه همسایه‌گری هم نمونده. او زمانایی که نکما ابو خیلی پیر هم نیستیم و قیاش هم نیستیم، یکی یاد داریم که همسایه خانه همسایه هم میومد میشیشت بی خبر، هم میومد میدرامد، بعد شام میومد میشیشتن، زنکش هم میشیشت، مردکش هم میومد میشیشتن، همین چی هم نداشتیم آخی. همون دلوه که دسترخوان رو میشیشتن، صحبت رو میکردیم. با خدا همسایه در همسایه خیلی نواجبه با آدمی کلانسال از ما با میدونن چه رفت آمده خوب بود، باید دیگر چقدر میر و محبت بود. من یاد دارم برادر عزیز، همسایه همین پیش پدر ما آمده بود. اگه پدر ما آدمی پولدار و وظیفه‌دار نبود، لیکن به هر حال خیلی مردم پیش با ذخیره میکردن مبلغ، آمد گفت 1000 سوم در کار، چون 1000 سوم خیلی پول بود. این خیلی نبود که من ندارم، من نمیتونم. همین درو آورده حساب کرده اونجا پیشکش داد، این 1000 سوم. نه ای طرف او فند فریب بود، نه ای طرف اینا مقصد یگان، یعنی همه کارا الحمد قد دلای نیتای نیقتی. همین همسایه داری های عجیب به داخی. اما همسایه داری های پیشتر با موافق که انم تیپ شریعت بود. این آوازی اگر یه همسایه در تک تک کنه، ابا چی گپ شده باشه، چی میگفته باشه، باور خواتین میشه که همسایه چی وقت خانه ما آمده، باز یا حیران میشه میپرسیش همین شیشته همسایه تیجایی چیه، هیچ چیزی همسایه خبرگیری اومد بیچاره خیلی حق داره، یک مید رو یک واپسی میکنه. این ده حق داره که همسایه به دعوت هم بیاد، یکان جوی گناهش نیست. لیکن علمی چیزا برادرها از ما و شما رفت. با خدا قسم، اگه قسم خوردم نمو میشیشتیم سری توقع نمو لبشه داشتیم، لبشه بده، کرچکه بده، گفت خونم پیاوه بداخی. همین چینک شما میگرفتیم در خانه هم سایده میبردن میدادن، بعد میومدیم میشتیم و خراب مونم میخوردیم. پیامبر من حضرت ابیذر چی گفت؟ گفت یا ابیذر اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. این ابیذر چی گفت؟ ابیذر گفت وقتی این کلین گفت همه خراب کردن در که مشغول شید، آبش بگو زیاد کنه و همسایه ها را حتما فراموش نکن. ببین آب زیاد کنه، همسایه را فراموش نکن. پیامبر قسم میکنه والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، 3 بار. ایمان ندارد، ایمان ندارد، ایمان ندارد. پیلا من یا رسول الله، حضرت کی است آدمی که ایمان ندارد؟ الذی لا یأمن جاره بوائق. امام مسلم حدیث میاره، میگه کی است آدمی که ایمان ندارد؟ آن کسی که آن همسایه‌ای که همسایه از او دویم اذیت میکشد، دویم از اما همسایه‌اش ترسانه. وقتی از همسایه ترسانه، دویم از همسایه‌اش خواتیره، انمون نفر پیامبر گفت ایمان نداره. ولی حضرت عبدالله ابن مبارک حکایه میکنن، میگه وقتی که همسایه داشت یک یهودی همسایه عبدالله ابن مبارک هست، میگه وقتی که خانه‌ش فروختنی شید، خانه‌ش فروشی شید، آمدن خانه‌ش تماشا کردن، خیلی بعد گفتن چند میگی خانه تا؟ یهودی را گفتن، گفت که مقصد با پول امروزه بگیم، گفت $10,000. گفت آخی خانه تر با تمام اسباب انجامش همه $1,000 میروه،
این 2000 نمیروه. گفت نرخی خوب کردی. گفت درست، لیکن من همسایه خوب دارم، عبدالله بن مبارک. $1000 گشت تنی اوه. این 1000ش اگر خانه باشه و اسباب باشه، 1000 دیگه عبدالله بن مبارک میارزه. تو بی با یک یهودی از مسلمانی که همسایه داری خوب داره، نرخ خانه شو برابر یک همسایه نرخ موندگی. ولی ما ای بعضی مسلمانای خودمون میگریزیم، میگیم اینجا نمیشه، اینجا مسلمانی خودمونه، یکی در پهلوش زندگی کنه میتونه. برای همین دویم نشانه ای که برادر عزیز، نشانه خدا دادی ما این چی است؟ این همسایه خوبه. همسایه خوب داشتن نشانه خیر ما و شما است. میگه سیم چیزی که نشانه خیر ما و شما هست، چند روایت ها هست برادرها، لیکن یکیش از این است که میگه فرزند خوب داشتن، فرزندای صالح داشتن، فرزندای خوب داشتن. البته فرزند خوبه هر کسی که داره، شاید که برادر عزیز اون قدر این چیزا احساس نکنه که کسی فرزندی گنده داره، او کس بعد میفهمه که بله خداوند اگر بتمره همین فرزند ما صالح کنه، فرزند ما خوب کنه، برای فرزند صالح هم بین یکی از نشانهای خدا دادید فرزند صالح داشتنه. چهارم چیزی را که حضرت گفتن نشانه سعادت شما، خیر شما است، همنشینی خوب داشتن. همنشین های خوبم این بسیار نقش مهمی بازده. همین همنشین هم دیدین که شما یکی از سبب های بیدین بیدیانت رفتنی فرزند حضرت نوح علیه السلام همنشین اینا خوب بود. بچه یک پیغمبر اولوالعزم ای دنیا بیدین میگذره به سببی که همنشین هاش تاثیرشون رسوندن. خاندان پیامبر حتی تصور کنید که خاندان پیامبر نفرش ای دنیا بیدین کردن. برای همین این چهار چیزی هست برادرها، اگر هر کسی از ما ایرا داشته باشد، یعنی انشاءالله از زمره بندگان خدا داده، از زمره بندگانی نیک خدا هست که الله از این چهار چیز برخوردار شده. حقیقتا این چهار چیز فکر کنین، آسودگی دنیا و آخرتتون هم میاد. اگر همین چهار چیز در کدامت باشه، با خدا بیغمی دیگه. زنی خوب داری، ببین همسایه خوب داری، همنشینی خوب داری، فرزندی خوب داری، یک چیزایی هستن که همین گردی تر یک فضای بهترین فرا گرفتگیه که همیشه بگیم دیگه رنگینم یک هوای تازه نفس میکشی. هم دنیا تا آباد کردگی، هم آخرت تا آباده. خدای مهربان از این نعمتاش ما و شما را برخوردار کنه. الله مهربان هر کدامش که بر ما باشد شکری او را میکنیم که خدای مهربان او را پاینده در ما نگاه بداره. هر کدامش که در ما نیست دعا کنیم که خداوند از این نعمتاش ما و شما را برخوردار کنه تا ما هم در زمره همون بندگان داخل شیم که از موافق حدیث همچه یک بنده خدا داد به حساب بریم. بازم احسان ها و خیر ها را خدای مهربان قبول کنه و قدم های همه شما در الله مهربان حسنات نویسه. بازم میل مونه، محبت مونه، خواهش مونه با به سوی دین خدا زیاد گردونه. آمین یا رب العالمین.